خب سلام نیما جان. امیدوارم سلام حالت عرض خوب ادب. باشه. قربانت، مرسی از اینکه وقت تو دادی که ما بتونیم این مصاحبه رو داشته باشیم. روز تعطیلم هستش. ازت ممنونم. منم سلام عرض میکنم. ممنونم از این وقتی که شما اختصاص دادید و اینکه خوشحالم کنارتون هستم. امیدوارم که حالا قرار گفتگوی خوبی با هم داشته باشیم. حتما. خب نیما جان، برای دوستانی که میخوان بدونن که بک‌گراندت چیه و اینا، یک معرفی لطفاً از خودت بکن. من نیما هستم، 42 سالمه. تقریبا 2 سال و اندیه که به کانادا مهاجرت کردم. رشته تحصیلیم تو ایران مهندسی کشاورزی بوده. بک‌گراند کاریم هم تو همین حوزه، تو بخش بازرگانی محصولات کشاورزی، بالاخص سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و پایپ و فیتینگ و لولو اتصالات تو همین حوزه بوده که به هر حال الان سعادت دارم خدمت شما باشم و انشالله که بتونم به سوالاتتون به نحو احسن جواب بدم. منم یه معرفی تو رو بکنم. از دوستای مرسی. خیلی خوب من نیما و خیلی قبول زحمت کرده. زیاده. این مصاحبه‌ای که میگیریم داریم سعی می‌کنیم برای افرادی که توی ایران هستن یا به نوعی میخوان تصمیم گیری بکنن بله. یه تصویری از این که توی رشته نزدیک بهشون چی میگذره درست. داشته باشن. بله خیلی هم عالی. ببینم انشالله که این بتونیم کمک بکنیم. متشکرم. این آبیاری قطره‌ای که ام، اشاره کردی اینجا بهش چی میگن؟ ببینید اینجا کلا به سیستم آبیاری قطره‌ای سیستم ایریگیشن سیستم میگن، ولی خب تو چند تا کاتگوری مختلف، تو حوزه‌های مختلفه. چون ما ایریگیشن که صحبت میکنیم یه بحث خیلی کلیه که هم حوزه زراعت رو شامل میشه، یعنی کارهایی که ممکنه سیستمایی که تو مزارع کشاورزی راه اندازی بشه و هم سیستمایی که زیر مجموعه اسپرینکلر سیستم و فضای سبزه که مناسب ساختمان‌های کامرشیال و رزیدنشیال و هاوس و از این قبیل موارده، که به کل این پکیج که سیستم های لولو و فیتینگ هستش که توی زمین کارگزاری میشه برای اینکه آبرسانی تحت فشار رو انجام بده، ایریگیشن سیستم میگن، که حالا تو حوزه‌های مختلف این فرق میکنه و نام‌های مختلفی داره. ما توی ایران مثلا خونه ها معمولا کمتر پیش میومد چنین سرویسی احتیاج داشته باشن. بیشتر فکر کنم بخش پارک ها و فضای آره سبزی درسته. توی ایران بیشتر بحث زراعتش خیلی با توجه به حمایتی که دولت میکنه بیشتر تمرکز رو بحث زراعته، یعنی چون به هر حال جزو کالای اساسیه که باید دولت روی سرمایه‌گذاری بکنه، یعنی سوبسیدهای خوبی میده و بیشتر تمرکز رو بحث زراعته. یعنی در خصوص لندسکیپینگ و فضای سبز و پارک ها و حالا منازل مسکونی بیشتر یه کالای لاکچری و کالای هزینه بر حساب میشه، یعنی جزو در اصل میتونم بگم که سبد اصلی مصرف حالا بازار نیست. ولی خب اینجا با توجه به شرایط آب و هوایی که داره و تابستوناش خب از لحاظ دمایی خب خیلی گرمه و حالا با توجه به مشغله‌ای که مردم بیشتر توی زندگی روزانه دارن، خب این خیلی پررنگ‌تره و بیشتر همه برای منازلشون، برای ساختمان‌های مسکونی اینا سعی می‌کنن که این سیستم رو استفاده بکنن. و خب به هر حال اینجا کشور جهان اوله، خب تکنولوژی خیلی جلوتره نسبت به کشور خاورمیانه و خب تقریبا یه چیزی شده که جزو میتونیم بگیم سیستم روزمره زندگی مردم شده این سیستم. درسته. صدای من اونجا فکر می‌کنم یه کوچولو برمیگرده. اگه دوست داری یه کوچولو صدای منو کمتر بکن. صدای شما الان اینور خوبه، اگر شما اذیت میشید من نه میتونم من اذیت نمیشم، ولی یه کوچولو برمیگرده، ولی اوکیه. نه زیاد چیزه. الان خیلی خوبه. عالیه. الان خیلی خوبه. روی بله. حالا من روی شغل و بازار و تمرکز روی به قول معروف اینکه وضعیت یک نفر برای پیدا کردن کار یا مثلا روزمرگیش چطوریه حتما برمیگردم به این، ولی بله. قبلش میخوام ازت این سوالو بپرسم که چطوری اومدی کانادا اصلا و کی اومدی؟ ببینید حقیقتش یه مقداری بحثش حالا برای ما یه خورده بلند مدت و پیچیده بود.
ما قبل از اینکه اصلا به فکر مهاجرت بیفتیم خب سالیان سال سفر میرفتیم، چون اصلا جزء اولویت‌های زندگیمون بود که حالا بریم دنیا رو ببینیم تو جوانی. توی سال 2019 بعد از تعداد سفر زیادی که رفتیم یه سفر توریستی به کانادا اومدیم و بعد از اون حالا با توجه به شرایطی که اینجا دیدیم حاکم هستش و شرایط اقتصادی که دیگه از سال 2019 2020 روندش تقریبا نزولی شد تو ایران، تصمیم به مهاجرت گرفتیم و حالا بین این کشورهای زیادی که رفته بودیم حالا دیدیم که کانادا خب نسبت به حال ما به هر حال تطابق بیشتری داره و این تصمیم رو گرفتیم که مهاجرت بکنیم. حالا با توجه به شرایط سنیمون و این شرایطی که کلا برای ما حاکم بود، تنها راهی که تونستیم مهاجرت رو مد نظر قرار بدیم این بود که بتونیم تحصیلی این کار رو انجام بدیم، که خانم من ویزای تحصیلی گرفتن و به واسطهشون منم تونستم ویزای کار بگیرم و از طریق اوپن ورک میت بتونیم که مهاجرت بکنیم و اینجا بتونیم مستقر بشیم. خب کشورهای دیگه ای رفتی و گفتی بین کشورها کانادا رو انتخاب کردی، مثلا چه کشورهایی رفتی؟ ما بیشتر مسافرتامون توی کشورهای حوزه شینگن اروپا بود، یعنی کشورهای اروپایی رو اکثرا خب رفتیم. واقعا هیچ انگیزه‌ای برای این نداشتیم که بخوام مهاجرت کنیم، ما اینکه خب به هر حال اروپا خیلی جذابه، خیلی از لحاظ کسی که مسافرت میره ممکنه خیلی جاذبه داشته باشه، ولی حالا با توجه به اینکه اکثر کشورهای اروپایی زبان انگلیسی عموما زبان غالبشون نیست، یه زبانی هستش که خودشون حالا اول استفاده میکنن و زبان انگلیسی به عنوان زبان دومشونه. خب کانادا یکی از انگیزه‌هاش این بود که زبانش انگلیسی بود. حالا ما خیلی های لول نبودیم، ولی حداقل یه بیسی داشتیم که فکر می‌کردیم که حالا اینجا بهتر میتونیم حالا تو بازار جا بیفتیم. و خب کامیونیتی ایرانی مخصوصا تو استان اونتاریو شهر تورنتو که ما هستیم خب خیلی پررنگ‌تره و من فکر می‌کنم که اینجا غربتش نسبت به کشور اروپایی خیلی کمتره و اینم یکی از بحث‌های انگیزشی بود که ما رو ترغیب کرد که بتونیم به کانادا مهاجرت بکنیم، مخصوصا شهر تورنتو. خیلی حرف درست، یعنی به نظر منم اینطوری. حالا البته مهاجرت برای هر کسی به قول معروف دلیلی داره یا اولویت‌های افراد با هم فرق داره، ولی برای من هم اینطوری بوده. پس به این ترتیب اومدی. و اینکه خب الان یه روز کاری چه شکلیه اصلا برای کسایی که بخوام بدونن؟ ببینید آخه حالا باید کار رو بخوایم اینجا تعریف بکنیم دیگه. ما خب خیلی همونجور که خودتونم میدونید و این مسیرها به هر حال هر کی که مهاجرت کرده مسیر طی کرده. بحث کار یه موضوع خیلی پرچالشیه توی مهاجرت، نه کانادا، تو هر کشوری که شما بخواید به عنوان یه تازه وارد بشید یه مقدار چالشیه. خب من اوایل که اومده بودم طبیعتا خیلی همین مسیر رفتن کار جنرال می‌کردم و بعد به یه نقطه‌ای رسیدم که گفتم واقعا باید تصمیم بگیرم که تو حوزه تخصصی که حالا می‌خواستم وارد بشم. خب من با توجه به اینکه یه بار کانادا اومده بودم و تا یه حدودی شرایط رو اینجا میدونستم که با چه چیزایی ممکنه مواجه بشم، از ایران یه سری برنامه‌ریزی‌ها کرده بودم. یعنی اون زمانی که ما تصمیم به مهاجرت گرفتیم تا زمانی که عملی شد تقریبا یه پروسه 1 سال و نیمه طول کشید. و خب من همیشه اینو داشتم تو ذهنم میپروردم از اون موقعی که تصمیم گرفتم که بخوام برسم کانادا چیکار میتونم بکنم. خب مثلا بررسی‌های زمینه‌ایشو قبلا انجام داده بودم که چه چیزایی تو کانادا ممکنه بازار کارش بهتر باشه، چه چیزایی در حال من هستش. یعنی تمام سعیمو کردم که اسکیلم رو تو اون حوزه‌ها قوی‌تر بکنم که خب طبیعتا به کانادا که رسیدم یه مقدار این فشارا روم کمتر بشه. ولی خب با توجه به موانعی که مهمترینش بحث حالا زبان انگلیسیه که همیشه یکی از چالش‌های بزرگ مهاجرین هستش، مثلا کسی که کانادا میاد، خب طبیعتا با کار جنرال اول انجام میکنم که خودمو پیدا بکنم، چون ما به هر حال با یه بنیه قوی مالی هم مهاجرت نکرده بودیم و طبیعتا از روز اول با کار میکردیم و با پول در می‌آوردیم، چون من خانومم دانشجو بود و بعد هزینه‌های تحصیلم یه بخشیشو از ایران آورده بودیم، یه بخشیشو باید اینجا کار می‌کردیم تا کاور بکنیم، بحث اجاره خونه و هزینه‌های دیگه هم که بخوایم اضافه بکنیم واقعا یه چالش بزرگ بود. یعنی من به محض اینکه وارد کانادا شدم شروع کردم دنبال کار گشتن و خب طبیعتاً
با توجه به سابقه کاری که تو کانادا نداشتیم، خب چون اینجا شرایط جوری که حتما شما باید سابقه کاری کانادا داشته باشی یا تحصیلاتی بتونی کار مناسب و درخور پیدا بکنی. من مجبور شدم یه مدت کار جنرال بکنم و بعدش که یواش یواش جا افتادم، خودم رو پیدا کردم، به قول معروف استیبل شدم، این تصمیم گرفتم که برم تو حوزه تخصصی خودم کار بکنم و این جسارت رو به خودم دادم که با اون حالا سطح زبان نچندان خوب برم مصاحبه‌های در اصل شرکت‌های خارجی رو بگیرم و خب خدا هم کمک کرد و با توجه به تجربه‌ای که از ایران داشتم، یعنی حرفی برای گفتن داشتم تو این بحث، تونستم که وارد یه شرکت کانادایی بشم که تقریباً 1 سال و نیم اونجا مشغولم. یک روز کاری تو این شرکت، یعنی من ببخشید خیلی هم پرحرفی کردم، میخواستم به این مرحله برسم از زمانی که کار تخصصی رو پیدا کردم یک روز کاریم بشه صورته. حالا اون بحث کار جنرال که خب یه کار خیلی نرمه که همه هم میتونن پسش بر بیاد و خب یه حقوق حداقلی هم برای گذران میتونن بگیرن. یک روز کاری برای من، حالا تو حوزه تخصصی، من یه توضیح کوچولی هم در مورد کارم بدم. من شرکتی که کار میکنم یه شرکتیه که یکی از شاخه‌های حوزه لندسکیپ، اینجا کارهایی که تو فضای سبز انجام میشه میگن لندسکیپ. درست. که کار ما کار اسپرینکلر سیستم و لایتینگ هستش، یعنی کارهای سیستم‌های آبپاش فضای سبز و نورپردازیایی که توی فضای سبز فرقی نمیکنه، ساختمان‌های اداری، ساختمان‌های تجاری، مسکونی یا خونه‌های مسکونی انجام میشه، ما تمام اون کارا رو انجام میدیم. کار ما اینجا بیشتر اجرا هستش، چون من تو ایران بیشتر درگیر کار بازرگانی و فروش بودم، ولی حالا با توجه به شرایطی که اینجا هستش به هر حال این فرصت برام پیش اومد که بتونم کار اجرا هم انجام بدم. یعنی شرکت ما مبناش کار اجراییه و ما از صبح که استارت کار میزنیم، من یه چیزی رو اینجا بگم، اینجا خیلی از لحاظ تایم کاری با ایران متفاوته. ایران یه مقداری تایممون بازتر بود، بیشتر زمان دست خودمون بود، کی بریم کی برگردیم. حالا به هر حال چندین سال هم سابقه کار داشتیم و موقعیتمون خوب، به هر حال یه مقداری استیبل. ولی تو کانادا مخصوصا کارهایی که آوتدوره و کارهایی که سیزنال هستش و شما فقط برای بهار و تابستون این فرصت داری که برای شرکت بتونی پول سازی بکنیم، عموما کارا تقریبا از ساعت 6:30 صبح شروع میشه و از اون ور تا زمانی که آفتاب پایین بره تقریبا باید شما کار بکنید. یه مقداری ماهیت کارش با ایران متفاوته. کار ما از 6:30 صبح شروع میشد و شروع میشه در حال حاضرم و حضورتون عرض کنم که ما اول یه میتینگ کلی با اونر شرکت مدیر داریم که کارهای روزانه رو بر اساس اسکیجولی که برای هر نفر تنظیم میشه اینا رو چک میکنیم و باید سر جاب سایت‌های مختلف، چون ماهیت کار ما جوریه که باید در طول روز در سراسر تورنتو جاب سایت‌های مختلف بریم و بیشتر کارهای سرویس و یه زمانی هم کارهای نصب سیستم‌های جدید رو برای مشتری انجام بدیم که دیگه به قول معروف تجهیزات شرکت رو مجهز می‌کنیم، ماشین‌های شرکت رو، و سر جاب سایت‌های مختلف میریم و تا هست بر اساس اسکیجولی که برامون تعریف شده کارهایی که باید رو انجام میدیم. خب با این همه ساعت کاری یه مقداری از نظر اسکیجول و تقویم کاری و ساعت و فصل و اینا با همه کارا فرق داره این کار به نوعی. یه مقداری پرفشاره، مخصوصا کارهایی که اجرایی هستش. البته خب من تو ایران زیاد درگیر کار اجرایی نبودم، ولی من فکر می‌کنم تو ایران هم کسی کار اجرایی میکنه، کار بدنی میکنه، تا حدی ممکنه این فشارها رو تحمل بکنه، چون به قول معروف سیستم کار ایران بحث سیستم‌های بازرگانی بیشتر کار پشت میز نشینی و یا صحبت کردن با تلفن و در حال کاستمر سرویسه. ولی خب اینجا شما اگر وارد کار اجرایی بشید، خب طبیعتاً بیشتر کار بدنیه، کاری که آوتدور هستش و باید زمان زیادی وقت بذارید تا در حال بتونید کار جمع بکنید. از این بابه که خب یه مقداری فشار بیشتره نسبت به ایران. نیما این کار توی گروه‌های فنی حساب میشه یا گروه‌های مهندسی؟ نه، کار تکنیکال هستش، تو حوزه فنی هستش و کار اسپرینکلر سیستم تقریبا یه شاخه از کارهای لندسکیپینگ هست. خیلی خوب. این صحبت هستش که کسایی که توی کانادا کارهای فنی میکنن اینا حوزه‌های پولسازیه. میخوام یه اطلاعاتی بدی راجع به این که مثلا رنج شروع یه همچین کاری چجوریه و پیشرفت کردن از نظر پولی چطوری اتفاق میفته؟
ببینید کار فنی حقیقتش اینجا کار خیلی پولسازیه، ولی خب از طرفی هم شما باید اینو در نظر بگیرید که کار سخت و فرسایشیه که شما بتونید مثلا بیش از 10 ساعت 12 ساعت یه روزای 14 ساعت بتونید مثلا توی آفتاب گرم زیر مثلا دمای 40 درجه شما بتونید کار بکنید. بله اگر شما این توانایی رو داشته باشید، این تحمل رو داشته باشید که بتونید کار آوتدور بکنید، بله نسبت به کارهای دیگه خب طبیعتاً کار پولسازتری هستش. البته نه برای استارت کار، خب طبیعتاً کسی که اینجا تجربه ای نداره و به هر حال باید خیلی دست و پا بزنه تا بتونه تو کامیونیتی‌های خارجی یه جایی برای خودش باز بکنه، چون اینجا خودتون هم میدونید یه کشور مولتی کالچره و خب رقابت خیلی زیاده و خب کسی هم که به هر حال مخصوصا به کانادا مهاجرت میکنه حتما یه اسکیلی داشته. یعنی کانادا جزو کشورهایی نیستش که کسی بتونه پناهندگی خیلی راحت بیاد یا قاچاقی بتونه راحت خودش رو برسونه اینجا. قطعا همون کسی هم که توریستی میاد قطعا باید یه حداقلایی رو داشته باشه که بتونه خودش رو برسونه اینجا. درست. اینا همه یه چالشی ایجاد میکنه که طبیعتا شما به هر حال بیشتر تحت فشار باشی، بیشتر دوندگی بکنی، بیشتر زحمت بکشی تا بتونی جایگاه خودت رو باز کنی. کارهای تکنیکال بله نسبت به کارهای دیگه اینجا خیلی درآمدش بالاتره و رنجای حقوقیش اصلا قابل مقایسه نیست با کارهای جنرالی که حالا اینجا مثلا برای کانادا ساعتی 15 16 دلار دارن تعریف میکنن براش. ولی خب اونم باز شرایط داره، باید شما هم تجربه به دست بیارید و هم اسکیلاتون رو به قول معروف ایمپروو بکنید تا اینکه بتونید حالا به اون سطح برسید که درآمدتون بالا بره. یعنی یه شب اتفاق نمیفته. من به شخص خودم الان تقریبا توی حوزه نزدیک 1.5 سال 2 سال دارم کار میکنم و خب واقعا از صفر شروع کردم. یعنی واقعا زمانی که استارت تو این شرکت زدم اصلا 15 سال 16 سال سابقه کاری که تو ایران داشتم و خب اونجا من کار تکنیکال میکردم تو بحث فروش، اونا رو کنار گذاشتیم و یا آدم صفر شروع کردیم توی شرکت کانادایی دوباره کار کردن. ولی خب زمانی که اعتماد میکنن، زمانی که اسکیل‌های شما رو میبینن، زمانی که شما خوب میتونید خودتون رو پرزنت بکنید، خب این سرعت رشد خیلی بیشتره و به اون سطح درآمدی که ممکن بود بعد از 15 سال تو ایران برسید اینجا ممکن بعد از 4 5 سال برسید. اون رنج درآمدی اینجا اگر بخوام عدد به شما بگم که حالا دوستانم بدونن، توی بحث کارهایی که تکنسین، یعنی شما توی شرکتی که تکنیکال هستش وارد میشی، استپ اول هلپره که در اصل میشون کارگر ساده که اون برای یه کسی که از تو خیابون هم بیاد میتونه به عنوان کارگر ساده بتونه استخدام بشه و خب اون حجم کارش هم طبیعتا خیلی فشار کاریش بیشتره. بعد میشه استپ تکنسین و بعدش میره حالا سوپروایزر و مدیر و استپای بالاتر. حالا من تکنسین که به قول معروف یه جایگاه تقریبا نورماله تو شرکت تکنیکال بخوام خدمتتون عرض بکنم، تقریبا از رنج هولوش ساعتی $22 تا ساعتی $35 پرداختی هستش که میتونین داشته باشین که اون بر سال اسکیلی که شما دارید و اون تجربه کار کانادایی که پیدا کردید میتونید اون حقوق دریافت کنید. مرسی خیلی خوبه. در واقع این قسمتی که عددش هم مشخص کردی خیلی به نظر من تعیین کننده است تو اینکه اون تصویر بتونه ایجاد بشه برای کسی که میخواد بدونه اینجا دقیقاً چه انتظاری از کار داشته باشه. ببینم نیما از نظر سرتیفیکیت، کوالیفیکیشن، مدارک یا دوره هایی که مرتبط باشه به کار خودت، آیا چنین چیزی اصلا وجود داره یا خیلی؟ آرمین جان ببین، من حقیقتش کانسپتم از ایران که داشتم میومدم خیلی تحقیق کردم. یعنی من منتظر نشستم که برسم اینجا بعد ببینم چیکار میخوام بکنم. من یه کانسپتی رو اونجا برای خودم در نظر گرفتم و خب شنیده بودم مثلا اینجا بحث کار لولو و تاسیسات و بحث کارهای اجرایی تو حوزه پایپ و فیتینگ خب درآمدزاه، مخصوصا کار لوله کشی که اینجا بهش پلامبینگ میگن. خب ایران یه سری دوره‌ها رو سازمان فنی حرفه‌ای رفته بودم دیده بودم، خب بیسش هم خودم داشتم چون کار پایپ و فیتینگ می‌کردم تو ایران و اون سرتیفیکیت‌های تو ایران گرفته بودم. نه به صرف اینکه اون سرتیفیکیت رو بیارم اینجا نشون بدم بگم من این کارو بلدم، یعنی برای اینکه بخوام اون مهارت خودم بالا برم رفتم این دوره رو دیدم. چون میدونم که خیلی مدارکی که آدم از ایران میاره اینجا خیلی به درد نمیخوره. ولی اینجا که رسیدم حقیقتش بیشتر اون تجربه کاریم به دردم خورد تا اون مدرکی که دستم بود و اینجا انقدر آدم اون اوایل تحت فشار حد اکثریه اصلا به ذهنش نمیرسه که بخواد دنبال کورسی بره، سرتیفیکیتی بگیره، چون واقعا اینقدر فشارها زیاده، چه از لحاظ مالی چه از لحاظ روحی.
یعنی همه فشارهای حداکثری که یه آدم میتونه تو زندگی تحمل کنه ممکنه تو سال اول و دوم مهاجرت آدم اینجا داشته باشه. درسته. ولی خب در حوزه کار من بله ممکنه شما بتونین برین یه کالج یه کورسی بگذرونید و خب طبیعتا اون توی روند پیدا کردن شغل ممکنه تاثیر بذاره، ولی من خیلی بعید میدونم کسی اگر بخواد هم کار بکنه هم بخواد این سرتیفیکیت رو بگیره تو کوتاه مدت این اتفاق براش امکان پذیر باشه. بله یه کانونایی هست اینجا، مثلا ایرانی اینجا کامیونیتی دارن به اسم انجمن مهندس که حالا قطعا شما هم شاید اسمشون شنیده باشین، که یه سری مهندسای قدیمی که سالیان سال تو کانادا هستن یه انجمن تأسیس کردن، میان راهکار میدن که شما بر اساس شرح حالی که دارید، بر اساس رشته تحصیلیتون چجوری رزومه بنویسید، چه سرتیفیکیتی بگیرید براتون اینجا بهتره که کار رو راحت‌تر پیدا بکنه. حتی مشاوره میدن، یه موقع شما رو معرفی میکنن به لینکایی که دارن برای پیدا کردن کار. اینا ممکنه تاثیر بذاره و یه راهنمایی باشه که شما بتونید حالا یه مدرک هم اینجا بگیرید، ولی من فکر نکنم توی کوتاه مدت، تو حداقل اون 1 سال 2 سال اول مهاجرت امکان پذیر باشه که آدم بخواد دنبال سرتیفیکیت بره. ولی سرتیفیکیت بله میشه گرفت و کالج‌های مختلف اینجا، و خب طبیعتا توی روند پیدا کردن کار در سالهای بعد از مهاجرت، یعنی سالهای سوم چهارم ممکنه تاثیرگذار بشه. درسته. آره من خیلی باهات موافقم. اینجا کشور مدرک گرایی نبوده طبق تجربه من. بیشتر درسته. نگاه می‌کنم ببینم چه کاری بلدی. پس فکر می‌کنم برای کسایی که الان ایران هستن بحث خود سرتیفیکیت مطرح نیست، ولی بحث این که یه دوره بگذرونه و ببینه یه کاری چطوری انجام میشه که بتونه بعدا راجعش صحبت کنه و کار پیدا کنه مثلا. دقیقاً. هرچی دوستانی که تو ایرانن بتونن اسکیلاشون رو به قول معروف ارتقا بدن، یعنی حرفی برای گفتن تو کار داشته باشن، خب طبیعتا اینجا شانسشون بیشتره. و یه چالش بزرگی هم که خب من خودم خیلی باش دست و پنجه نرم کردم، این حرف رو چجوری بتونم مطرح کنم که این باید زبان انگلیسی بلد باشه. یعنی من فکر میکنم بهترین اسکیلی که آدم میتونه تقویتش بکنه برای اینکه بتونه اینجا به محض اینکه میرسه کار بگیره و یه جایگاه خوب پیدا بکنه فقط زبانه. حالا بقیه موارد رو تو حین کارم شما به هر حال میتونید مهارت کسب بکنید، ولی اگر خوب بتونید خودتون رو پرزنت بکنید و حداقل اون چیزی هم که هستید یه خود بیشتر هم روش بذارید، اونا هیچ موقع نمیان چک بکنن که شما چه مدرکی دارید، چیکار کردید. اونا فقط میگن در حال حاضر چه کاری میتونید برای ما انجام بدید، و این پرزنت کردن خودش فکر می‌کنم 50% موضوع رو حل. خیلی درسته حرفت. باهات خیلی موافقم. آره واقعا درست گفتی. به نظر من برای همه رشته‌ها الان اینطوریه، زبان خیلی مهمه. به نظر من یه آنالوژی ساده‌ای که آدم میتونه بکنه اینه که خودشو بذاره جای کارفرما و ببین اگر یه کندیدیتی اومده نشسته و مصاحبه میکنه، خیلی هم خوشت میاد از این آدم، یعنی دوست داری استخدامش بکنی، ولی قادر به برقرار کردن ارتباط با هم‌تیمیاش نیستش. خب خیلی درسته. سخته چنین تصمیم گیری که بخوای بیاری آرمین توی جان تیم. توی میون کلام شما توی کار ما، حالا این یه چالش بود که با هم‌تیمی‌ها بتونی ارتباط برقرار کنی و اصلا بدونی که خواسته اون اونر شما، مدیر شما چیه. ولی چالش بزرگی که تو این کشور خیلی پررنگه بحث کاستومر سرویسه، یعنی شما بتونی با مشتری ارتباط برقرار کنی و کاستومر سرویس اینجا خط قرمز هر کمپانیه، یعنی تمام انرژی و تلاشش رو میذاره که بتونه مشتری جدید جذب کنه. و خب همین ضعف زبانه اگر شما نتونی خوب به هر حال کار شرکت رو پرزنت بکنی و درست متوجه بشی و درست اجرا بکنی و اون جوابی که مشتری میخواد بهش ندی، خب به هر حال یه ضرریه که میتونی به شرکت بزنی و این خیلی براشون پررنگه و خط قرمزشونه. و اینجاست که شما استاپ میشی و نتونی موقعیت‌های خوب رو پیدا بکنی، چون نمیتونی کاستومر سرویس خوبی ارائه بدی به واسطه ضعف زبانی که داری. خیلی حرفت درسته. توی بعضی از رشته‌ها که مثلا مثل فرض کن پروگرامینگ، داستان کاستومر سرویس تو بعضی از پوزیشن‌ها خیلی پررنگ نیست، برای اینکه مثلا یه سفارشی بهت میدن، یه کد خاصی باید بشینی بنویسی درست. و من دیدم افرادی که زبانشون خیلی هم ضعیفه ولی راحت کار رو گرفتن و اینکه درست. کلاینت فیسینگ نیستش اصلا. ولی توی قسمتایی که شما بخوای با مشتری صحبت کنی یا حتی با اون منیجرای سطح بالا لازم باشه ارتباط در واقع نظاممندی داشته باشی، این مسئله خیلی پررنگه. دقیقا همینجور هستش. بله کارهایی که از شما خروجی بخوام خب خیلی
نیاز به زبان خاصی نداره، که البته کما این که اونم به هر حال باید شما با مدیر بالا سرت کامیونیکیشن داشته باشی، با مدیر گپ و گفت بکنی، به هر حال حداقل متوجه بشی که اونا چه کاری از شما میخوان که درست انجام بدی، یعنی اونم باز به هر حال یه سطح زمانی رو نیاز داره. ولی خب واقعا اینجا چالش اصلی برای کسایی که نیو کامرن مثل ما که تازه وارد میشن، به نظر من مهمترین چالش بحث زبانه، که شما بتونید اینو تقویت بکنید که بتونید خوب اسکیلاتون رو پرزنت بکنید. اینجا شما اگر بالاترین سطح از دانش هم داشته باشید ولی خودتون نتونید پرزنت بکنید، شانستون برای کار پیدا کردن خیلی کم، متاسفانه. یه چیز جالب است، من اشاره کنم امروز 11 نوامبر 2023 است که ما داریم بله می‌بینیم. من امروز بله یه ساعت پیش یه دونه خبر خوندم میگفتش که اونتاریو داره در واقع یه قانونی میذاره که کارفرما دیگه نمیتونه درخواست تجربه کار کانادایی داشته باشه، یعنی اینو به عنوان بله یکی از شاخصه‌هاش قرار بده. ولی خب بله اولا که هنوز تصویب نشده، دوم اگرم تصویب بشه اجرا شدنش باز محل سواله که از کجا میشه ثابت کرد که کارفرما داره به خاطر نداشتن تجربه کار کانادایی در واقع یک متقاضی رو کنار میذاره، چون این یکی از درست. بزرگترین چیزا بود. حالا قبل جلوتر توی مصاحبه تو اشاره کردی به این، ولی میخوام بگم که این زبان که بهش اشاره کردی من فکر کنم خیلی میتونه جبران بکنه این بخش رو، بالاخره دقیقاً. یه اطمینان نسبی میده به کارفرما که حداقل ارتباط میتونه برقرار بکنه. بله دقیقاً خیلی مهمه. بله حالا قانون درسته که میذارن که حالا ممکنه سابقه کاری نیاز نباشه، ولی تو عمل اگر شما سابقه کاری هم نداشته باشید خب به هر حال به ضرر خودتونه، چون حرف برای گفتن کمتر داری. و مخصوصا تو کانادا اصلا متدا و روش‌هایی که استفاده میشه تو آمریکای شمالی نسبت به چیزی که تو کشورهای مثل کشور ما هستش اصلا کاملا متفاوته. من هرچی هم بگم من پروفشنالم تو حوزه ایریگیشن، زمانی که اومدم اینجا میبینم اصلا کامل همه چی فرق میکنه، یعنی کاملا 180 درجه و کاری که ما تو ایران میکردیم متفاوته. و خب این لازمش اینه که شما تجربه کسب بکنید، سابقه داشته باشید و درک خوبی از کار داشته باشید به واسطه حالا زبانی که یاد میگیرید، و اینا همه دست به دست هم میده که به شما بتونید روش بکنید. در غیر این صورت خب خیلی سخته آدم بتونه جایگاه مناسبش رو پیدا بکنه. میشه گفتش نیما حوزه شما حوزه رقابتیه و اینکه مثلا توی شهر یا استان خاصی بازار بهتری داره؟ ببینید حوزه کار ما نسبت به حوزه‌های دیگه مثلا مثل پلامبینگ یا همون لوله کشی ساختمان خیلی رقابتی نیست، چون اینجا کسایی که مهاجرت میکنن اولین چیزی که هر کی به ذهنش میاد اگر دستی بر آتش داشته باشه، آدم فنی باشه، میخواد بره وارد حوزه پلامبینگ بشه، چون میدونن که اینجا خب به هر حال درآمد بالایی داره، ولی نمیدونن که خب طرف مثلا کسی که به درآمد رسیده حداقل 30 سال اینجا داره این کارو میکنه، داره کار کانادایی انجام میده و کاملا متدا و روش‌ها و همه چی اینجا رو یاد گرفته. ولی حوزه کار ما خیلی کارش رقابتی نیست، یعنی یه سری شرکت‌های خیلی محدودی هستند که عموما شرکت‌های کانادایی هستند که تو این حوزه. من شرکت ایرانی که تو حوزه کار خودمون باشه ممکنه انگشت شمار بشناسم، یعنی کسایی که تو این حوزه، ولی تو پلامبینگ من میتونم 100 تا شرکت ایرانی الان فقط بهتون معرفی بکنم. خیلی حوزه رقابتی نیست به واسطه اینکه کارش هم یه مقداری سخته، چون کاریه که همش آوتدور کنده‌کاری داره. حضور شما عرض کنم که تقریبا یک جزء کارهای کاتگوری کارهای سخت هستش، درآمدش هم بالاتره. ببخشید من سوالتون رو فراموش کردم، به کجا رسیدیم؟ فرمودید اینی که که از نظر جغرافیایی مثلا اوکی جاهای اوکی بله بله. ماهیت کانادا یک کشور سرده، خب جایی هم که سرد باشه خیلی لازمه استفاده از اسپرینکلر سیستم و سیستم آبیاری قطره‌ای خیلی محسوس نیست. ولی جالبه به خدمتتون بگم، حالا من یه موقعی تو حاشیه شهر تورنتو که میرم، مثلا استان اونتاریو خیلی پررنگه، حالا شهرهای دیگر رو من نمیدونم. صنعت کشاورزی کانادا خیلی صنعت بزرگیه، یعنی شما به وفور میتونید مزارع بزرگ کشاورزی حومه تورنتو ببینید که اینا دارن کار میکنن، تا بهار کار میکنن، حتی پاییز من دیدم که کشت پاییزه انجام میدن. ولی خب استانی که شما توی زندگی میکنید و شرایط آب و هوایی که داره تاثیر میذاره روی این موضوع. من به نوبه خودم فکر میکنم استان اونتاریو که حالا در حال حاضر حتی سرماش نسبت به سالهای قبل خیلی کمتر شده تو زمستون،
و ما میتونیم یه فصل تقریبا نیمه گرم و گرم توی بهار و تابستون رو داشته باشیم. شرایط خوبی داره برای کار ما، مخصوصا تو تابستون که نسبت به زمستون دما اصلا واقعا بین زمین و آسمون فرق میکنه. ما زمستون اینجا ممکن منفی 30 درجه هم داشته باشیم، ولی تو تابستون ممکن تا مثبت 40 درجه هم بالا بره. و تو اونتاریو جزو استانایی که خب طبیعتا کار ما خیلی پررنگه و نیاز هستش کرد. ولی استانهای دیگه مثل ونکوور، مثلا شهر ونکوور، ممکن بریتیش کلمبیا به واسطه بارندگی زیادی که داره، خیلی من ندیدم حقیقتش، حالا خیلی هم بررسی نکردم، ولی تحلیلی که خودم دارم ممکنه به واسطه بارندگی زیادش خیلی لازم نباشه که سیستم آبیاری قطری اونجا اجرا بشه. ولی تو استان اونتاریو جوری هستش که بله حتما تو تابستون لازم. درسته. مرسی نیما جون. من فکر میکنم که ما یه مرور خیلی خوبی داشتیم، 30 دقیقه‌ای با هم صحبت کردیم از همه چی، از حالا بک‌گراند خودت، اطلاعات خوبی که داری راجع به کار و مارکتش، حقوقش، نیازمندی‌های مهارتیش و احتمالاً راهنمایی‌هایی که خیلی کمک میکنه برای اینکه فردی که هنوز تو ابتدای تصمیم گیریش هستش بتونه یه مقدار هدف گذاری کنه. خیلی متشکرم از زمانی که گذاشتی. بازم هرچند تشکر کنم کمه. ممنون از دعوت و شما، لطف کردی. مرسی که این فرصت دادید که به هر حال بتونم من تجربه حالا نه چندان خیلی زیادم و حالا با بقیه دوستانم بتونیم شیر بکنیم. امیدوارم بتونه یه راهکاری باشه برای اینکه دوستان بتونن که حالا مصمم‌تر تصمیم بگیرن و جدی‌تر تو حالا بحث مهاجرت بتونن پیش برن. ممنونم ازت. مرسی، لطف کردی. ممنونم، قربانت. متشکرم از شما، با امید دیدار. روزتون متشکرم. خوش باشه. حتما. خدا نگهدار شما. خدا. خواهش می‌کنم. خدا.